الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان و بزرگواران، امروز 5 شعبان المبارک هست، اولین جمعه از جمعه های ماه شعبان. پروردگارا گناهان ما را ببخش و ما را به رمضان برسان. اللهم اغفر ذنوبنا في هذه الشهر المبارك و بلغنا رمضان. پروردگارا گناهان ما را ببخش و ما را به رمضان برسان. عزیزان و بزرگواران، رجب ماه بذر و شعبان ماه آبیاری و رمضان ماه به دست آوردن حاصل هست. بحث امروزی ما پیرامون فضائل شعبان هست. شعبان المبارک. شعبان گفته شده شهر الاستعداد و التهیئة لرمضان. ماه مبارک شعبان ماهیه که ماه استقبال از مهمان عزیز و دوست داشتنی که همانا ماه مبارک رمضان. عزیزان من، وقتی ما مهمان داریم قبل از آمدنش ازاراتی میگیریم، آمادگی میگیریم، استقبال از مهمان داریم. ماه شعبان ماه آمادگی از مهمان دوست داشتنی و مهمان عزیزی که رمضان هست می باشه. شعبان شهر الصیام گفته شده، ماه روزه و تلاوت القرآن، ماه تلاوت قرآن هست. بعضی از سلف می‌فرمایند رمضان که ماه نزول قرآن هست، شعبان شهر القراء، ماهیه که قاریان قرآن، حافظان قرآن بیشتر رجوع میکنن به قرآن و به مراجعه قرآن و آمادگی میگیرن به تراویح رمضان. شعبان سفیر رمضان هست. عزیزان و بزرگواران، سفیر رمضان. یک بزرگ وقتی میخواه به جای برود قبل از خود سفیری میفرستد. سفیر ماه مبارک رمضان شعبان هست. وقتی من و شما میبینیم که در بین نمازهای فرض نمازی داریم که قبل از آن سنت هست و بعد از آن خواندن نماز سنت هست. مثلا نماز ظهر که همه روزه ادا میکنیم، قبل از آن 4 رکعت سنت، بعد از آن 2 رکعت سنت. علما و بزرگان میفرمایند که ماه مبارک رمضان هم همانطوری که روزه اش فرضه، قبل از آن روزه سنت داریم، بعد از آن هم روزه سنت داریم.
در ماه شعبان روزه گرفتن سنت هست. این سنت قبل از رمضان. بعد از رمضان 6 روز روزه شوال هست، این هم سنت بعد از رمضان. پس بناءً ماه شعبان ماه مبارکی هست، ماهیه که من و شما باید قدر و منزلت این ماه مبارک را بدانیم. بعضی از دوستان یا بعضی از مردم میگویند ماه مبارک رمضان آمد و گذشت، ما نفهمیدیم چگونه آمد و چگونه رفت. کسانی ماه مبارک رمضان را نمیدانند که در ماه شعبان غافل باشند. کسی که در ماه شعبان آمادگی رمضان را بگیره و استقبال از رمضان داشته باشه، باز ماه مبارک رمضان را درست و صحیح درک میکنه و درست و صحیح در میابه. به هر حال شعبان ماهیه که قاریای قرآن بیشتر رجوع میکنن به قرآن. اغنیا متوجه این هستند که زکات خود را بیرون کنن برای فقرا و مساکین، و فقرا و مساکین در این ماه خوشحال هستند که رمضان ماه مساعدت و همکاری و این که برای اونها کمک می شود، اونها هم خوشحال هستند. عزیزان و بزرگواران، الله سبحانه و تعالی می فرماید لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای همه ما و شما الگوی زیبایی هستند در تمام امورات. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در ابعاد مختلف، در عرصه عبادت یا در بعد سیاست یا در بعد اقتصاد و تجارت، در تمام ابعاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم برای ما اسوه هستند، الگو هستند. حالا ما یک نگاهی به احادیث گوهربار نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم داشته باشیم که رسول الله در ماه شعبان چه کار میکردند، چگونه زندگی داشتند. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان به ما چی دستورات ارشاد فرمودند؟ از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت که انها قالت، ام المؤمنین عایشه می فرماید لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان. می فرماید نبی مکرم اسلام روزه نمی گرفتند در هیچ ماهی بیشتر از ماه شعبان. یعنی بیشترین ماهی که رسول معظم اسلام روزه نافله داشتن ماه شعبان بود. حتی در ادامه این حدیث می فرمایند فإنه كان يصوم شعبان كله. بعضی وقتها می شد که نبی مکرم اسلام کل ماه شعبان را روزه می گرفتند. کل روزهای شعبان را نبی مکرم اسلام روزه داشتند. در حدیثی از اسامه بن زید رضی الله عنهما روایت که قال قلت یا رسول الله، گفتم ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لم ارک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. صحابه یک عادت داشتن، وقتی می دیدن رسول معظم اسلام با یک عمل بیشتر پایبند بودن، وقتی می دیدن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم با یک عمل مداومت می ورزیدن یا اینکه یک عمل ترک می کردن، صحابه سوال می کردن که یا رسول الله شما چرا این عمل را بیشتر انجام می دهید؟ سوال صحابه بود، اشتیاق صحابه به علم بود، ذوق صحابه، همان اخلاص صحابه و محبت اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی اسامه بن زید این سوال را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داره، نبی مکرم اسلام می فرمایند ذلک شهر
یغفل الناس عنه بین الرجب و رمضان. به جواب این سوال میگن ماه شعبان ماهیه که مردم در این ماه غافلن، به غفلتن، یعنی عظمت این ماه را، بزرگی این ماه را نمیدانند. چون ماهی که بین رجب و بین رمضان قرار گرفته ماه شعبان هست. رجب از ماهای حرام، وقتی در قرآن میگه منها اربعة حرم، 4 ماه از ماهای حرام هست، از ماهایی که حرمت خاص داره یکی از اونها رجب هست. چون مردم فکر میکنن که رجب از جمله ماهای حرام هست، خب به رجب بیشتر توجه میکنن، پرسان میکنن چند رجب هست. ماه رجب آمده بین مردم، چون ماه رجب از ماهای حرامه و دارای فضائله، فکر میکنن که فضائل رجب از شعبان بیشتر هست. نبی مکرم اسلام میفرمایند ذلك شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. شعبان ماهیه که بین رجب و رمضان قرار گرفته. مردم فکر میکنن رجب بزرگتره و بعد از شعبان هم رمضان هست، تمام هم و غم مردم رجب و رمضان میشه، اینجا از شعبان غافل میمانن، اینجا فضائل شعبان را فراموش کردن. و بعد میفرمایند و هو شهر ترفع فیه الاعمال الى رب العالمین. ماه شعبان ماهیه که نبی مکرم اسلام میفرمایند اعمال عرضه میشه به پیشگاه پروردگار عالم. و بعد میفرمایند فاحب ان یرفع عملی و انا صائم. میفرمایند من دوست دارم در این ماه روزه داشته باشم و او عمل من به پیشگاه الله سبحانه و تعالی عرضه بشه. از این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی متوجه میشیم و میدانیم عظمت و بزرگی شعبان را، پس نشان میده که ما باید استقبال درست از ماه مبارک رمضان داشته باشیم. چند نکته که در این حدیث نهفته هست اشاره میکنیم. عزیزان و بزرگواران، ماه شعبان هست، ماه استقبال از رمضان هست، شهر الصیام و تلاوت قرآن هست، ماهیه که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به این ماه توجه خاصی نسبت به غیر ماها به عبادت و به روزه و به تلاوت و به اینها داشتن. علما به شارحین حدیث در تحت این حدیث اسامه بن زید چند نکته را اشاره می کنند. به چند نکته از اونها می پردازیم. اول این که انه شهر یغفل الناس عنه بین الرجب و رمضان. علما می فرمایند عبادت بیشتر لذت داره در وقتی که مردم از او عبادت غافل باشن و او انسان انجام بده. در ماه مبارک رمضان که همه روزه دارن، اما در ماه شعبان کسی که روزه میگیره خوشا به حالش. شما ببینیم عباداتی که در وقتی که مردم غافلن از او عبادت، وقتی شخص او را انجام میده به پیشگاه الله سبحانه و تعالی اجر عظیم و بزرگی داره. نماز تهجد چرا نسبت به سایر نمازهای نافل فضیلتش بیشتر هست؟ به خاطر این که شب همه خوابن و انسانی که بیدار میشه با راز و نیاز با پروردگار عالم یه ارزش داره، ای جایگاه داره. حتی ببینیم از صحابه بزرگوار از سلف صالح نقل شده کسی که در بازار داخل میشه میبینه که مردم در غفلتن، در بیع و شرا و در خرید و فروشن، اما یک نفر استاده میشه در کنار اونها میگه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. علما میفرمایند اجر و ثواب این خیلی بیشتر از این کسی داخل خانه خود یا در گوشه ای از مسجد بنشینه این ذکر را بگه، به خاطر که در بازار مردم غافل هستند. پس به اینه که وقت غفلت مردم عبادت و احیای سنت و احیای یک عبادت ارزش خاص و فضائل خاص خود را داره. دوم، فضیلت
ازمان رو نشان میده، زمانها رو نشان میده، زمانهای خاص. امروز روز جمعه هست، سید الایام هست. امروز روزیه که در این روز فضیلت نهفته که الله سبحانه و تعالی ساعتی گذاشته به خاطر اجابت دعا قبول میشه. اما این ساعت دیروز که پنجشنبه بود، فردا که شنبه هست، نهفته نیست. پس این زمان مبارک روز جمعه قابل ارزشه. در بین ماها بعد از ماه مبارک رمضان فضیلت ترین و با ارزش ترین ماه که نبی مکرم اسلام به او توجه خاص داشتن ماه شعبان بود. ماه شعبان بود که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند فاحب ان یرفع عملی و انا صائم. من دوست دارم زمانی که اعمال من عرضه میشه به پیشگاه پروردگار عالم، من در آن وقت صائم باشم، روزه داشته باشم. نکته سوم، وفيه دلیل على استحباب عمارة اوقات الغفلة الناس بالطاعة. این دلیل بر اینه که وقتی که میبینی در جایی که مردم غافلن، تو بیشتر به عبادت بپرداز، به عبادت بپرداز. نکته ای که میخواهم بیشتر خواهران رو متوجه بسازم، در داخل محافل و مجالس امروزی اکثریت زنها شاید بی‌حجاب باشند، اما تو زنی که با حجاب اسلامی به او محفل و مجلس داخل میشی، این برای تو عبادت هست، به خاطر که تو در حجاب خود عملا برای اونها نشان میدی که ای غافلین، ای کسانی که شما غافل شدید، من غافل نیستم، من دستور پروردگار خود را اجرا کردم، من دستور نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم را اجرا کردم. هکذا چند تا جوان، 10 تا جوان وقتی بیرون میشیم به تفریح میریم، میبینیم که در جای جوانهای نشسته غافل از الله سبحانه و تعالی، شروع جلسه گناه و معصیت. شما در اونجا وقت داخل شدید به نوعی از انواع ذکر الله را، عبادت الله را. در یک پارک قرار دارید، وقتی میبینید همه مصروف هوا و هوس و عیاشی و گپ و گفت و سخن و اینها هستن، وقت نماز میشه، شما 10 تا جوان مسلمانی که با هم هستید جماعت کنید وقت نماز را. اذان بدهید که صدای اذان در او پارک بپچه، اذان بدهید در هر اماکنی که بالآخره میبینید انسانها غافلن، صدای اذان بلند بشه، صدای اقامت بلند بشه، صدای بالآخره. از این حدیث این را علما بیان کردن که عبادت هر وقت ارزش داره، اما به وقتی که مردم غافلن مستحب که انسانها چکار بکنن؟ عبادت الله سبحانه و تعالی را علنی اعلان بکنن تا اینکه دیگران هم متوجه بشن. نکته پنجم، و منها احیاء السنن، سنن المهجور خاصة في هذا الزمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، او كما قال. احیای سنت های محجوره، سنت های ترک شده. ماه شعبان خیلی کم انسان ها روزه میگیرن. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم برای ما اسوه هستن، اسوه حسنه هستن. ما امت نبی کریم صلی الله علیه و سلم هستیم، باید وقتی اونها مقتدای ما هستن و ما مقتدی ایشان هستیم، با اونها باید اقتدا بکنیم. رسول الله در ماه شعبان روزه داشتن، زیاد هم روزه میگرفتن. پس به اینه که ما باید سنت‌های محجوره، سنت‌های ترک شده، اونها رو احیا بگردانیم. هر سنتی که هست بین جامعه وقتی زندگی میکنیم، نگاه کنیم کدام سنت مردم ترک کردن، او سنت رو احیا بکنیم. اگر در جایی میبینیم که مسواک هیچ رسم و رواج نیست، مسواک را پیش روی مردم قرار بدهید و تشویق بکنید تا سنت رسول الله زنده بشه. اگر میبینیم به جای مردم از اخلاق رسول الله محروم شدن، اخلاق رسول الله را به نمایش بگذارید. اگر میبینید در جای مردم از تلاوت قرآن محرومن، تلاوت قرآن را در بین او جامعه زنده بگردانید.
اگر میبینید دعوت در اونجا نیست، دعوتی که با حکمت در اونجا زنده کنید. از این حدیث این نکته را شارحین حدیث برای ما بیان کردند. ششم، انه شهر ترفع فیه الاعمال. ماه شعبان ماهیه که اعمال به پیشگاه الله سبحانه و تعالی عرضه میشه. ما عرضه اعمال یومیه داریم، عرضه اعمال اسبوعیه داریم و عرضه اعمال سنوی داریم. روز یک مرتبه اعمال ما به پیشگاه الله عرضه میشه، هفته یک مرتبه یا 2 مرتبه عرضه میشه، در سال یک مرتبه مجموعاً عرضه میشه. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند در روزانه وقت نماز عصر اعمال انسان به پیشگاه الله سبحانه و تعالی روزانه عرضه میشه. الله خبیر هست، الله بصیر هست، الله همه چیز را میدانه، ولی ارزش انسان را نشان میده که ای انسان تو اینقدر قابل قدری، متوجه باش که اعمال تو به پیشگاه الله سبحانه و تعالی عرضه میشه. چگونه اعمالی داری؟ اعمال خیر هست یا اعمال شر؟ در حدیث دیگر نبی مکرم اسلام میفرمایند در هفته 2 مرتبه، روز دوشنبه و روز پنجشنبه، اعمال انسان به پیشگاه الله سبحانه و تعالی بلند میشه. به همینه که طریق مسنونه هست که انسان دوشنبه و پنجشنبه را روزه داشته باشه تا این که وقتی اعمالش به پیشگاه الله عرضه میشه عملی باشه که او صائم باشه. نبی مکرم اسلام میفرمایند ماه شعبان ماهیه که و هو شهر ترفع فیه الاعمال الى رب العالمین. این ماهیه که اعمال انسانها بلند میشه به پیشگاه پروردگار عالم. و بعد میفرمایند فاحب ان یرفع عملی، من دوست دارم که بلند بشه عمل من و انا صائم، و من روزه داشته باشم. چقدر نعمت عظیم و بزرگ. عزیزان و بزرگواران، احادیث زیادی هست. در حدیث دیگر ابی موسی اشعری رضی الله عنه روایت میکنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قال ان الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاح او كما قال. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند در شعبان، در نصفه شعبان، الله سبحانه و تعالی همانطوری که در هر شب که غیر از شعبان هم هست، الله بلا کیف با آسمان دنیا نزول میکنه. اما فرق دیگه شبها تا شعبان و یا تا شبهای شعبان یا نظر به این حدیث همان فضیلت نیمه شعبان که اشاره شده، میفرمایند الله سبحانه و تعالی تمام گناهان خلق را میبخشه، یعنی بندگان مؤمن خود را الله سبحانه و تعالی همه را میبخشه. اما 2 کس بخشیده نمیشه: مشرک، کسی که اعمالش به شرک آلوده باشه، کسی که الله را فراموش کرده باشه، به بندگان الله رجوع کرده باشه، کسی که حلال المشکلات را فراموش کرده رفته پیش لات و عزا و منات و هبل و پیش قبر و پیش درخت و پیش فلان و فلان حاجت خود را از غیر الله طلب کرده، الله سبحانه و تعالی میگه این بخشیده نمیشه. دوم او مشاحن رم الله نمیبخشه. الله همر میبخشه، مشاحن را نمیبخشه. مشاحن کی هست؟ کسی که در دل خود حقد مسلمان داشته باشه، کسی که در دل خود کینه مسلمان داشته باشه، کسی که در دل خود خصومت با برادر مسلمان خود داشته باشه، این را الله سبحانه و تعالی نمیبخشه. عزیزان و بزرگواران، ماه شعبان هست، ماه استقبال از رمضان هست. ما بیاییم نگاه کنیم که آیا ما نسبت به برادران مسلمان خود حقد و کینه و اینها داریم؟ ببخشیم، همدیگر را عفو کنیم. خذ العفو، عفو را پیشه خود بساز. بهترین انسان کسیه که شب وقت در بستر میخوابه،
قبل از این که چشمان خود را ببنده فکر بکنه که آیا با برادر مسلمان خود من کینه دارم، عداوت دارم، حسادت دارم، بخل دارم؟ اگر داشت جا در جا توبه بکنه. یا الله مرا ببخش که نسبت به برادر مسلمان خود حقد و کینه داشتم، نسبت به برادر مسلمان خود عداوت داشتم، نسبت به برادر مسلمان خود حسادت داشتم، نسبت به برادر مسلمان خود خصومت و دشمنی داشتم. این عزیزان و بزرگواران، این که انما المؤمنون اخوه به همین هست. مسلمان اگر از 3 روز بیشتر نسبت به برادر مسلمان خود کینه داشت، در مسلمانی خود باید تجدید نظر بکنه. نمیشه بالاخره. امروز متاسفانه در بعضی گوشه و کنار دیده میشه برادر خونی، برادر تنی، برادر نسبی با همدیگر میبینی دیپ و آزرده هستند. 2 خواهر با هم دیگر آزرده هستند، برادر از خواهر آزرده، خواهر از برادر آزرده. نبی مکرم اسلام میفرمایند اگر مسلمان نسبت به مسلمانی از 3 روز کینه بیشتر گرفت، در ایمان خود و در مسلمانی خود باید تجدید بکنه. دین اسلام دین رأفت، محبت. اگر کسی با ما بالآخر دشمنی کرد، مهمترین چیز اینه که ما عفو داشته باشیم، ما بالآخر در دل خود کینه و عداوت و دشمنی قرار ندیم. قلبی که الله سبحانه و تعالی برای مؤمن قرار داده تجلیگاه پروردگار عالم هست. قلبی که اونجا الله تجلی میکنه، نور پروردگار عالم در اونجا میتابه، تو چگونه در او قلب کینه را پرورش میدی؟ چگونه در او قلب عداوت را پرورش میدی؟ چگونه در او قلب حسادت و بخل را پرورش میدی؟ چگونه در او قلب خصومت برادر مسلمان به دشمنی با برادر مسلمان را پرورش میدی؟ عزیزان و بزرگواران، شعبان ماه استقبال از رمضان هست. ما باید از امروز خود را آماده کنیم به رمضان. ما باید تصمیم بگیریم که از این مهمان عزیز و دوست داشتنی درست استقبال بکنیم. مهمانی که می آیه، این مهمان قلب کینه و عداوت و دشمنی نمیخواهد. قلبی میخواهد که در اون مهر باشه، محبت باشه، صمیمیت باشه، صفا باشه. قلبی را میخواهد که در اون قلب نور تجلی پروردگار عالم در اونجا بتابه. عزیزان و بزرگواران، به اینه که نبی مکرم اسلام میفرمایند در این ماه، خصوصا در نیمه شعبان، اگرچه ارتباط به این حدیث علما بیان کردن که حدیث ضعیفتر هست، چون احادیثی که ارتباط به نیمه شعبان آمده باز هم اگر لفظش ضعیفه، معنایش از روایت‌های دیگر قوت داره که الله سبحانه و تعالی در قرآن صریح می‌فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله مشرک را نمیبخشه. در روایات دیگر میآوره که الله سبحانه و تعالی انسان بخیل، انسان حسود و انسانی که بالآخر عداوت و دشمنی و کینه و کدورت در دل داشته باشه نسبت به برادر مسلمان خود، الله سبحانه و تعالی او را به عذاب علیم و عظیم گرفتار میکنه. پس این عزیزان و بزرگواران، در حدیث دیگر از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ام المؤمنین عایشه می فرمایند نبی مکرم اسلام یصوم حتی نقول لا یفطر، در ماه شعبان اینقدر رسول الله روزه می گرفتن که ما فکر می کردیم که اصلا دیگه افطار نمی کنن، همه روزه داشتن. بعضی سالها باز می آمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه نمی گرفتن، تا این که حتی نقول لا یصوم، شاید اینها روزه نگیرن. یعنی در این روایات اینه که این روزه سنت، روزه مستحب، روزه‌ای که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده. اگر کسی در این روز شعبان، ماه شعبان، کل شعبان هم روزه بگیره درسته، اگر یک روز در میانم روزه بگیره درسته، اگر ماه شعبان
چند روزی هم روزه بگیره درسته. همه اینها از این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم استدلال میشه و بیان میشه. و بعد میفرمایه فما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم استکمل صیام شهر الا رمضان. نبی مکرم اسلام هیچ ماه را کامل روزه نمی گرفتن الا ماه مبارک رمضان. و بعد می فرمایه و ما رأیته اکثر صیاما فیه منه صیاما منه فی شعبان. اما بیشترین روزهایی که روزه می گرفتن او ماه شعبان بود. عزیزان و بزرگواران، همانطوری که در ابتدا اشاره کردیم که نبی مکرم اسلام میفرمایند ذلک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. خیلی از مردم در غفلتن که نمیدانند بین رجب و بین رمضان چگونه ماهی هست. ماه شعبان ماهیه که مردم در چی هن؟ در غفلتن. حتی خیلی از خانواده ها در ماه شعبان کوشش میکنن که بالاخره پخت و پزهای زیادی داشته باشن به خاطر آمادگی رمضان. خیلی از دوستا به کار و معامله خود شدت میبخشن و بالاخره به خاطر که در ماه مبارک رمضان نزدیک هست. درسته رمضان همانطوری که آمادگی سفره رمضان رو میگیریم، همانطوری که آمادگی افطار و سحری را میگیریم، آمادگی را اینم داشته باشیم که رمضان ماه حاصل هست. اگر در رجب بذر نباشه، اگر در شعبان آبیاری نباشه، چگونه از رمضان حاصل برمیداریم؟ خیلی از دوستانی میشنویم که میگن ما نفهمیدیم رمضان آمد و رفت. خب بله، وقتی تو در رجب بذر نکردی، در شعبان آبیاری نکردی، چگونه در ماه مبارک رمضان میخوای حاصل برداری؟ تا شب اول ماه مبارک رمضان که انسان غافل باشه، خب ماه مبارک رمضان را هم به غفلت سپری میکنه. آمادگی بگیر. امروز 5 شعبان المبارک هست، 25 روز به ماه مبارک رمضان مانده. ماه مبارک رمضان از تو آمادگی میخواهد. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم حدیث از ام سلمه رضی الله عنها که میفرمایند ما رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یصوم شهرین متتابعین الا شعبان و رمضان او کما قال. ام سلمه میفرمایند ما رسول الله را حتی بعضی سالها متوجه شدیم و دیدیم که 2 ماه را پی در پی روزه می گرفتن که اون ماه شعبان و رمضان بود. در حدیث دیگر که نبی مکرم اسلام می فرمایند، ام المؤمنین عایشه روایت میکنه ما رأیت النبی صلی الله علیه و سلم فی اکثر، می فرمایند فی شهر اکثر صیاما منه فی شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله. نبی مکرم اسلام یا بیشترین روزهای شعبان را روزه می گرفتن یا کل شعبان را روزه می گرفتن. این سنت رسول الله امروز متروک نشده؟ این سنت رسول معظم اسلام امروز ترک نشده؟ امروز چقدر انسانها غافل هستند. و نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند عبادتی که در آن عبادت مردم غافل بودن، اجرای او عبادت به نزد الله اجر عظیم و بزرگ داره. اجر عظیم و بزرگ. ماه مبارک رمضان همه روزه دارن، اما خوشا به حال کسی که شعبان روزه داره. ماه مبارک رمضان همه روزه دارن، خوشا به حال کسی که دوشنبه و پنجشنبه روزه داره. ماه مبارک رمضان همه روزه دارن، خوشا به حال کسی که ایام بیز هر ماه 13 و 14 و 15 را روزه داره. خوشا به حال این. همه بالاخره نماز عشاء و نماز فجر را میخوانن. همه. اگر کسی به نماز فرض خب نخوانه و نماز فرض را اجرا نکنه، خب چیز واضحه که نزد جمهور علما کسی که نماز نمیخوانه حتی از دایره اسلام بیرون میشه. نماز خیلی مهمه. ای که همه فرض را میخوانن، اما خوشا به حال کسی که تهجد میخوانه. همه خوابن و او بیدار میشه، با پروردگار عالم راز و نیاز میکنه. الله سبحانه و تعالی وصف بندگان
محبوب و خالص خود را وقتی میکنه میفرمایه و بالاسحار هم یستغفرون، دوستان الله به سحر استغفار میکنن. وقت سحر وقتیه که خیلی از انسانها خوابن، خیلی از انسانها غافلن. الله هر شب بلا کیف با آسمان دنیا نزول میکنه وقت سحر و صدا میکنه بنده من چی میخواهی؟ چی میخواهی که من برای تو بدهم؟ اما انسان در خواب هست، انسان در حالیه که غافل هست. ای هر شب اگر برای ما انسانها گفته بشه که فلان ساعت در فلان منطقه بالاخره کمک میکنن، هر کس هر نوع کمکی که خواسته باشه، رئیس جمهور آمده بالاخره فلان کشور، یا رئیس جمهور این کشور یا فلان کشور، یک رئیس جمهوری، یک تاجری آمده مثلا در چوک گلهای شهر ما و شما در فلان ساعت آمده استاده هست. کسی که پول مایه بری و پول میده، کسی که قدرت مایه بری و قدرت میده، کسی که مریض باشه او تداوی میکنه، کسی که قرضدار باشه قرضا از او میده، کسی که بالاخره حتی این توان داره که هر نوع خواسته ای که کسی خواسته باشه اجرا بکنه. چند ساعت جلوتر میریم به اونجا میستیم، چند ساعت جلوتر چقدر در اونجا ازدحام خواهد شد، در حالی که شاید 3-4 تا کار انجام بده. وقتی ما بگیم ما مریض داریم شاید بگه که بگیری پولا رو بگیر برو مریض خود تداوی بکن، اما شفا به دست کی هست؟ به دست الله. شاید بالاخره بگیم اسیری داریم، بگه خوبه یعنی پول میدم اسیر تو خلاص میکنم، یا وسیله و واسطه میکنم تا اینکه خلاص بشه، یا فرمان میدم خلاص بشه. چند ساعت جلوتر میریم در اونجا رب العالمین، احکم الحاکمین، اعدل العادلین، صاحب عرش و فرش، ملک الملوک، پروردگار عالم هر شب میایه با آسمان دنیا و صدا میکنه ای بنده من، قرض داری که قرض تو را من آسان بگردانم، مریض داری تا من شفا بدم، گناه داری تا من ببخشم، اولاد میخوایی تا من اولاد بدم، مشکلات اقتصادی داری تا مشکلات تو را حل کنم، مشکلات سیاسی داری، مشکلات دنیوی داری، مشکلات اخروی داری، داخل برزخ تک و تنهای من یار و یاور تو هستم، در صحرای محشر پریشانی من یار و یاور تو هستم. چرا در این لحظه ما در غفلت سپری میکنیم؟ به اینه که نبی مکرم اسلام میفرمایند ذلك شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. این لحظه‌ای که انسانها غافلن، لحظه‌ای که انسانها به غفلتن، لحظه‌ای که انسانها نمیدانند. پس به این عزیزان و بزرگواران ماه شعبان ام المؤمنین عایشه میفرمایند فی شهر اکثر صیاما منه فی شعبان کان یصومه الا قلیلا بل کان یصومه کله. بعضی از شعبان ها رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه میگرفتن، بعضی روزهایش را افطار میکردن، اما بعضی از شعبان هایی که در عمر مبارک سپری شده کامل روزه میگرفتن. این برای ما درس هست. در او حدیثی که شاید بعضی از عزیزان شنیده باشند که از 15 شعبان دیگه کسی روزه نگیره، او حدیث ضعیف هست. علما بیان کردن که او حدیث ضعیفه. حتی در یوم الشک که یعنی امروز شک که آیا روزه هست یا روزه نیست، اگر کسی که عادت داشت به دوشنبه و پنجشنبه، اتفاقا یوم الشک به دوشنبه و پنجشنبه بود، علما میگن اشکال نداره روزه خود را بگیره. اما اگر عادت به روزه نداشت باز یوم الشک را روزه نگیره که فاصله بیاید بین شعبان و ماه مبارک رمضان. حدیث دیگر از ام سلمه رضی الله عنها روایت میکنن النبی صلی الله علیه و سلم انه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصله برمضان. نبی مکرم اسلام هیچ ماه را کامل روزه نمی گرفتن مگر ماه شعبان را که حتی می چسباندن به ماه مبارک رمضان، که این هم حدیث دیگری که سنن ابو داود روایت میکنه پیرامون فضائل این ماه مبارک شعبان المعظم. حدیث دیگر را هم اشاره میکنیم
وقت رو به اتمام هست. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرمایند قالت كان رسول الله صلی الله علیه و سلم يصوم شعبان كله يصوم شعبان الا قلیلا، اخرجه مسلم. حدیث مسلم هست. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم یا بعضی از روزهای شعبان را روزه می گرفتند، بعضی از سالهای عمر مبارک این بود که تمام شعبان را روزه می گرفتند. عزیزان و بزرگواران، ماه شعبان، ماه استقبال از رمضان، ماهیه که ما باید 25 روز دیگه به رمضان مانده، به این 25 روز خود را آماده کنیم به این مهمان. جای مهمانی میریم چقدر خود را آماده میکنیم؟ مهمان به ما میآید چقدر خود را آماده میکنیم؟ هم مهمان داشته باشیم خود را آماده و آراسته میسازیم، هم مهمان باشیم خود را آراسته میسازیم. ماه مبارک رمضان یک مهمان هست، مهمان دوست داشتنی هست، مهمانیه که خیلی تحفه ها و هدایای با خود داره که انشاءالله به هفته های آینده ارتباط به هدایا و تحفه های این مهمان اشاره میکنیم. یک تحفه این مهمان اشاره میکنم و متباقی را میگذاریم به هفته های آینده. ماه مبارک رمضان با خود هدایای بسیار گران قیمتی، نمیشه گفت که ما ارزش اونها را بیاییم به این مادیات دنیا مطرح بکنیم. این مهمان با خود هدایای داره. یک هدیهش اینه که اللهم بلغنا رمضان، خدایا ما را به رمضان برسان، ما را به رمضان برسان، به این مهمان دوست داشتنی برسان. یک هدیه اینه که الله سبحانه و تعالی میگه من بوی دهن روزداری که در ماه مبارک رمضان وقت افطار دهنش که بوی میگیره، میگه بوی دهن روزدار را من دوست دارم. ارزش این مهمان را میدانید؟ این مهمان خیلی هدایا داره، خیلی هدایا داره. هدایایی داره که اولیای خدا 6 ماه که به رمضان میماند خوشحال بودن و دعا میکردن اللهم بلغنا رمضان. وقت رمضان تمام میشد 6 ماه غمگین بودن که آیا رمضان رفت و سال آینده ما خواهد بودیم یا نخواهد بودیم. الان کی تضمین میکنه؟ 25 روز دیگه مانده، الله اعلم کی هست کی نیست. پس به این عزیزان و بزرگواران، ماه شعبان، کسی که میتونه در این ماه روزه بگیره روزه بگیره. کسی که روزه گرفته نمیتونه تلاوت قرآن داشته باشه. تلاوت قرآن در ماه شعبان انسان را آماده میکنه به رمضان. نماز در شعبان انسان را آماده میکنه به رمضان. صدقه دادن انسان را آماده میکنه به رمضان. همه اینها وقتی میگیم رجب ماه بذره، شعبان ماه آبیاریه و رمضان ماه حاصله. شما به طول عمر حتما در این جمع عزیزان همه ساله تجربه کردن، اما بیاییم همه ما این تجربه را داشته باشیم که همین 25 روز را اختصاص بدیم به استقبال از رمضان. نماز ما نماز خاص باشه، روزه بگیریم، دعا داشته باشیم، تلاوت داشته باشیم، مهربان باشیم، کدورت ها، حسادت ها، بخل، عداوت، دشمنی اینها را سینه بیرون بکنیم. هر روز در قلب خود این فکر رو بکنیم که ما به طرف رمضان نزدیک میشم. هر ساعت و ثانیه، هر نفسی که ما میکشیم رو به رمضان نزدیک میشیم، رو به رمضان و این مهمان دوست داشتنی. ببینیم ماه مبارک رمضان وقت داخل شد چقدر فضای معنوی، چقدر با قلب روشن و چقدر انسان به او اوج عزت و تعالی و ترقی معنوی. همون که میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چی حد است مقام آدمیت یا مکان آدمیت. عزیزان و بزرگواران، یکی از شعرا شعر خیلی جالبی داره، این را میخوانم و دعا میکنیم. ارتباط به ماه رجب که گذشت، ارتباط به شعبان و آمادگی به رمضان هست که میفرمایه مضى رجب و ما احسن، مضى رجب و ما احسنت فیه،
وهذا شهر شعبان المبارك فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك فسوف تفارق اللذات قسرا فسوف تفارق اللذات قسرا ويخلي الموت كرها منك دارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم على طلب السلامة من جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك. سبحان الله. یکی از شعرا هست میگه مضى رجب و ما احسنت فی، رجب رفت اما خوشا به حالی که در رجب بذر کرد، کشت کرد، عمل خوبی را انجام داد. و هذا شعر شعبان المبارک، این ماه شعبان مبارک هست. فیا من ضیع الاوقات جهلا، وای به حال او کسی که این اوقات مبارک را به بیخبری سپری کرد. بحرمتها افق واحضر بوارک، میگه متوجه باش هر ساعت و ثانیه‌ای که از پیش تو به غفلت سپری میشه، وای به حال او کسی که به غفلت این لحظات مبارک سپری میکنه. من مضمون و بالآخره خلاصه این شعر را میگویم. فسوف تفارق اللذات قسرا، این لذت های دنیا میگه روزی تمام میشه، هم از بین میره، خلاص میشه، لذت دیگه در کار نیست. و یخلی الموت کرها منک دارک، مرگ میایه این خانه رو به هم میزنه، قصر و خانه و تخت و فرش و ظرف و امر بالآخره به هم میریزه. تدارک ما استطعت من الخطایا، آمادگی بگیر، میگه آنچه که استطاعت داری برگرد از خطاهایی که انجام شده. به توبت مخلص واجعل مدارک، میگه الله برای تو یک پاکون داده که توبه هست. توبه هست. الله سبحانه و تعالی فقط میگه بگو بنده من هر گناهی که کردی دستار بلند کن، بگو یا الله ندانستم، یا الله نفهمیدم، یا الله اشتباه کردم، یا الله مرا ببخش. الله چی دوست داره؟ توبه بنده خود را. چی دوست داره؟ اخلاص بنده خود را. چی دوست داره؟ همان عجز و عاجزی و تواضع بنده خود را. و بعد می فرمایه علی طلب السلامت من جحیم، کسی که میخواد سالم بمانه از آتش جهنم، فخیر ذوی الجرائم من تدارک، بهترین اینه که الان تدارک رو بگیر. میخوای از آتش جهنم نجات پیدا کنی، الان تصمیم بگیر. انمی لحظه قدر این ساعت و ثانیه و این لحظه و این نماز و این نار کی میدانه؟ مرده های قبرستان. سر قبر کنار حضرت خواجه چند تا پادشاه دفنه. اگر اینها به زبان بیاین بریم سر قبر پادشاه بگیم که تو چی آرزو داری از پروردگار عالم، هیچ وقت او آرزو نمی کنه که خدا مر زنده کنه دوباره پادشاه کنه که من حکم و حشم و لشکر و سپاه و اینها داشته باشم. میگه یا الله یک بار مر در دنیا ببر که یک سجده عاشقانه و خالصانه تو داشته، یک سجده خالصانه. تمام قلدرای دنیا که به حکم و حشمن وقتی از دنیا میرن چی میگن؟ رب ارجعونی، پروردگارم مرا یک بار برگردان
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. پروردگارا یک بار مرا در دنیا ببر که عمل صالح انجام بدم، یک بار. قدر این نماز، این روزه، این زکات، این حج، این نماز جمعه، این لحظات کسانی میدانند که از دنیا رفتن. عزیزان و بزرگواران، هنوز از دنیا نرفتیم، بیاییم سرنوشت خود را خود ما تعیین بکنیم. کجا میریم؟ بهشت یا العیاذ بالله دوزخ؟ مسیر را الله مشخص کرده و الله برای ما توفیق بده. عزیزان و بزرگواران، یکی دو نکته دیگر هم اشاره میکنم. پیرامون شعبان هست به این که ارتباط به فضیلت خود شب 15 شعبان و ارتباط به این که فقط روزه گرفتن روز 15 به خاطر شعبان، احادیثی که در این باره آمده ضعیف هست و بعضی احادیث هم موضوعه. پس نمازی که بعضی سوال میکنن شب 15 شعبان نماز خاصی هست، نه خیر، نماز خاصی نیست. تمام روزها و شبهای شعبان فضیلت داره. از الان که ما امروز 5 شعبان هست تا به شب اخیری که رمضان داخل میشه، شب و روزش فضیلت داره. نبی مکرم اسلام میفرمایند در این ماه اعمال عرضه میشه و من دوست دارم صائم باشم، روزه داشته باشم و عمل ما به پیشگاه الله عرضه بشه. این نگفتن که شب 10، شب 15، روز 10 یا روز 15. پس این نکته ای بود که فضائلی که ارتباط به 15 شعبان، ارتباط به 15 نیمه شعبان، اگر در جای شما حدیثی میبینیم، علما میفرمایند که او حدیث ضعیف هست و اونها خصوصا نماز شب که بین خواهران خیلی رایجه که در ماه شعبان به 15 شعبان در اون شب باید 100 رکعت نماز خوانده بشه که هیچ جایگاهی نداره. بله، از رسول الله روزه گرفتن ثابته، تلاوت قرآن از سلف صالح ثابته. در ماه شعبان سلف صالح به پیروی از رسول معظم اسلام اکثرا روزه داشتن، تلاوت قرآن داشتن، شب زنده‌داری داشتن، صدقه داشتن، جود و سخاوت و بخشندگی داشتن تا خود را آماده می‌کردن. شعبان ماه تمرینه، مقدمه برای رمضان هست. هر کاری مقدمه‌ای داره. مقدمه رمضان شعبان هست. هر کس به جای بره سفیری داره. سفیر رمضان شعبان هست. ماه شعبان ماه استعداد، ماه آمادگی از مهمان عزیز و دوست داشتنی هست. پس این نکته‌ای بود اشاره کردم ارتباط به نماز 15 شعبان که بعضی سوال کرده بودن. نکته دیگر این که امروز عزیزان من آخرین روز هفته، روز چی هست؟ روز جمعه هست. یعنی شنبه اول هفته، آخرین روز هفته روز جمعه هست. اتفاقی که امروز برابر شده به اینه که امروز آخرین روز هفته هست، 1399. وقتی که 400 شد، یک قرن. آخرین زمستانی بود که ما و شما از این قرن سپری کردیم. آخرین جمعه‌ای که از این قرن سپری میکنیم. یا الله و یا نصیب والله اعلم. به خاطر این که در بین این جمع ما فکر نمی کنم الان ما 99 ساله داشته باشیم. 99 ساله اگر داشته باشیم هم شاید در به استثنای یکی یا دو نفر یا این که در خانه ها افتاده هستند و بزرگان و موسفیدان که خیر و برکت جامعه اند. عزیزان من، آخرین روز قرن 1499 دیگه معلوم نیست که ما هستیم یا نیستیم. تمام دنیایی که اول و آخرش برای ما به 99 سال اگر و مگر باشه، جای غفلت هست، جای بیراه رفتن هست، جای این هست که انسان از الله غافل بشه، جای قمار و شراب و زنا و العیاذ بالله گناه و معصیت و اینها هست. عزیزان من، 99 سال قبل شاید کسانی بودن همین حرف را زدن، گفته باشن به مردم که های مردم 1299 سپری میشه، 1300 میایه. 100 سال گذشت، امروز ما به شما میگم های مردم 1399 گذشت، 1400 میایه. نمیدانیم
که آیا به تاریخ بعدی، به قرن بعدی کسی باشه یا نباشه. این نکته فقط به این واسطه اشاره کردم که بیایم همه ما رجوع داشته باشیم به سوی الله. عمری که اول و آخرش که هیچ مریضی به سراغ ما نیایه، ترور نیایه، انفجار نیایه. چند عمر میکنیم؟ 99 سال انتهای 100 سال. الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق اعمال صالحه عنایت بفرماید. پروردگارا در این قرن گذشته تمام اموات ما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. پروردگارا این قرنی که پیش رو هست، پروردگارا قرن با خیر و با برکت عنایت بفرماید. پروردگارا قریب به 100 سال یا بیش از 100 سال میشه که خلافت اسلامی دشمنان اسلام به هم زدن که نداریم. بار الها از زبان حبیب تو شنیدیم که در هر 100 سال یک مجدد میآیه. بار الها پروردگارا خلافت اسلامی را احیا بگردان. ای بار الها امتی که امروز بی سرنوشت شده، امتی که امروز یک بار مسلمان ها کافرها به یک کشور میشانه، یک بار به یک کشور میشانه، یک بار به یک طرف. کافرانی که تا دیروز ما با اونها جهاد کردیم، امروز اونها ما را در کشور خود می نشانند که بین مسلمان ها آشتی بدن. بار الها ما را از این ذلت و خواری نجات بده. عزیزان من، امروز 5 شعبان هست. خود را آماده کنیم به ماه مبارک رمضان. آماده چگونه می شود؟ از امروز که این هفته اول شعبان هست تا به رمضان که انشاءالله از الله می خواهیم که اللهم بلغنا رمضان، خدایا ما را به رمضان برسان. یک ذکر و یک ترک گناه. استقبال از مهمان هستیم عزیزان. امروز از این هفته تا هفته آینده هر کسی که چنین نباشه که فقط خدای نخواسته داخل خانه خدا قول بده و باز بعداً قول خود را بشکنه. کسی که بالفرض اگر قول خود را هم شیطان وسوسه کرد یک بار پس دوچار گناه شد، اگر قولش شکست جا در جا توبه کن. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. عزیزان من، به خاطر استقبال از رمضان هر هفته یک ذکر انشاءالله. هفته اول هفته استغفار میگذاریم، از این هفته تا هفته آینده هر روز عزیزانی که روزانه 1000 مرتبه بگن استغفر الله، دست خود بالا، 1000 مرتبه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، که انشاءالله فضائل استغفار را هم که شما بارها و بارها دانستیم که قرآن میگه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. کسی که استغفار زیاد بکنه مشکلاتش حل میشه، خانوادهش هر مشکلی دارن حل میشه، اولاد نداشته باشه اولاد داده میشه، اولاد صالح نداشته باشه اولادی صالح میشه، در تجارتی خیر و برکت میآید، در معامله و خیر و برکت میآید، در خانه و خیر و برکت میآید. هم از برکت استغفار هست، در تجارت خیر و برکت میآید. این ذکر هفتگی ما. از این کار یک کار مهمتری هم داریم. از این هفته دیگه میریم به استقبال رمضان. یک قول دیگه از عزیزان میگیرم، اول از خود بعد عزیزان. هفته یک گناه را هم ترک میکنیم. هفته یک گناهی که در خانه ما، در دکان ما، در تمام جلسات ما امروز العیاذ بالله شده نقل مجلس و بالاخره گرمی صحبت های ما. گناه عظیم و بزرگ، گناه غیبت خیلی گناه بزرگیه. کی دوست داره گوشت مرده برادر مسلمان خود رو بخوره؟ یک گوسفندی که مرده یعنی بمیره گوشتی و حلال نیست، کسی نمیخوره. اما یک برادر مسلمان بمیره، کی آماده گوشتی رو بخوره؟ نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم. حتی قرآن میگه کسی که غیبت میکنه گوشت مرده برادر خود رو خورده. یک قول دیگه از امروز، چون میریم به استقبال رمضان، که غیبت نکنیم. هر جلسه که غیبت بود ترک کنیم، هر جایی که غیبت بود بگیم برادرم این حرف غیبت هست. غیبت چیه؟ به طور خلاصه کسی آمد به از نبی مکرم اسلام سوال پرسان کرد، وقتی که برگشت قدش کوتاه بود. ام المؤمنین گفتن چقدر قد کوتاهی داره؟ رسول الله فرمودن غیبت نکن.
گفت یا رسول الله این غیبت نیست، قطعی و کوتاه بود. گفتن نه این غیبت بود، اگر قطعی و کوتاه نبی بود تهمت بود. پس اینه که ما از امروز تصمیم میگیریم که از زندگی خود غیبت رو دور بسازیم. کسانی که قول میدن دست خود رو بالا کن. یک گناه بار اله تو شاهد باش که ما گردن شیطان رو شکستیم و دیگه غیبت نمی کنیم. الله سبحانه تعالی از همه ما و شما بپذیره. هر جمعه تا به رمضان یک ذکر و یک ترک گناه، یک ذکر و یک ترک گناه. انشاءالله میریم به استقبال رمضان که ماه مبارک رمضان وقت داخل شد. به 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 به، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. پروردگارا ما را به رمضان برسان، پروردگارا ما را به این مهمان دوست داشتنی برسان، پروردگارا از همه ما قبول بفرما. دوستا طلب دعا نمودن، انشاءالله دعا را میگذاریم به هفته آینده انشاءالله باذن الرحمن. صلوات ختم بفرمایید.